تصاویر تازه فرزانه ناز با دوست پسر هندی‌اش در دبی نشر شد. آیا با واقعیت فرزانه ناز می‌خواهد با این پسر هندی ازدواج کند؟ لایف‌های جنجالی فرزانه ناز در صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک. فرزانه در دبی مصروف چی کار باری است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی ایام به کامتان با شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو هم آگاه شوید. فرزانه ناز یکی از چهره‌های مشهور پر از سر صدا و جنجالی صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک و یوتیوب در میان جوانان افغانستان می باشد. فرزانه ناز کارهای هنری بیشماری برای هنر موسیقی افغانستان انجام داد و از سن نوجوانی علاقه فراوانی به هنر آوازخوانی داشت و کمک و همکاری استادان پاکستانی در هنر موسیقی توانست آهنگهای بیشماری ثبت کند و آهنگ نگراره هلکرازی فرزانه ناز را به اوج شهرت آوازخوانی رسید. فرزانه ناز آهنگ‌های فراوان دوگانه‌ای با هنرمندان مشهور افغان از جمله طاهر شباب هم سرود، ولی دیر نگذشت فرزانه ناز راه هنر موسیقی را ترک گفت و مصروف صفحات مجازی بالخصوص تیک تاک و یوتیوب شد. در کشور هندوستان در رابطه عاشقانه با پسران هندی قرار داشت. اکنون فرزانه ناز در دبی زندگی می‌کند و با یک پسر هندی کاملا در رابطه عاشقانه است و به گفته دوستان و علاقمندان فرزانه ناز قرار است وی تا یک ماه دیگر با این پسر هندی مراسم ازدواجش را با شکل و شمایل مردم هندوستان برگزار کند. فرزانه راه هنر موسیقی را برای همیشه ترک گفته. وی نقد شدید از طرف علاقمندان و دوستدارانش بارها شده ولی هیچگاه توجه به نقد از طرف دوستداران و طرفدارانش نکرده است. من آرزوی موفقیت، سعادت و کامیابی برای این هنرمند از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. دوستان و همراهان عزیزم، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و طرفداران فرزانه ناز به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضویت با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. صحت و سلامتی برای شما نازنینان از بارگاه عزت لایزال تمنا دارم. تا درودی دیگر امیتان را به لای منان سپرده موفق و کامگار باشید.